اما در مورد این که بعد از انتخابات چجوری باید رفتار میکردن و اینها، من اون نکته هایی که به اصطلاح به عنوان آدم رسانه‌ای به ذهنم میرسه خدمتتون میگم. وگرنه بنده مدافع رسانه ها به خصوص صدا و سیما نیستم. ما رو از سوره که اخراج کردن به خاطر بود یه ویژنامه علیه صدا و سیما در آوردیم دیگه که مشاور آقای زرقامی که رئیس حوزه هنری بود ما رو اخراج کرد. یعنی سابقه به اصطلاح انتقادات ما از فضای رسانه ملی به 1 سال و 2 سال و 7-8 سال محدود نمیشه. ببینید شما در صورتی میتونید بگید که با یه فضای به اصطلاح انبساطی رسانه با یک راهبرد انبساطی میتونست به حل اغتشاشات بعد انتخابات کمک بکنه که در اون طرف یک نیت پاک یا یک سوء تفاهم ببینید. ولی من فکر میکنم که به خصوص با توجه به اتفاقاتی که بعد از او پی در پی افتاد تا همین امروز، اتفاقا تو اون مقطع سیاست انقباضی بهتر بود. مثال میزنم براتون. ببینید از همون روز اولی که آقای موسوی طرح تقلب در انتخابات مطرح کرد، از همون شب اول مشخص بود. یه کسی یه منطق 2 تا 4 تا اگه می‌داشت میدید که اصلاً بحث انتخابات نیست، بحث فقط اغتشاش، یعنی بحث فقط برهم زدن فضاست، فشار آوردن نظام برای باج گرفتن. چرا؟ ایشون ساعت 11:30 روز جمعه میاد مصاحبه میکنه، الان دیگه در دسترس مثلا میتونم ببینم. میگه چی؟ میگه که بنا به اطلاعات موثقی که بنده دارم، بنده برنده قطعی انتخابات با فاصله بسیار زیاد از نفر بعدی هستم. ساعت 11:30 میگه بنده اطلاع دقیق دارم از همه کشور. یعنی چی؟ یعنی آقا مردم به من رأی دادند. تو صندوق ها رأیی که ریخته شده چیه؟ میرحسین موسوی بوده. باید حالا سایت کلمه که گفت 30 میلیون، ایشون هم شبش عدد اعلام نکرد، گفت ولی با یه فاصله خیلی زیادی برنده قطعی هستم فلان، در جلوی همه خبرنگارای خارجی داخلی. یعنی ایشون در اون لحظه اطمینان داشت که دروغ‌های آقای احمدی نژاد، عوام فریبی‌های آقای احمدی نژاد، سیب زمینی‌های آقای احمدی نژاد نتوانسته است مردم رو گول بزنه و تخلفات انتخاباتی که صورت گرفته از نگاه ایشون تو نتیجه انتخاب مردم تأثیری نگذاشته. خب بعد شما می‌بینید که در همون 1-2 روز اول همزمان 2 تا ادعا مطرح میشه. یعنی همین آقای موسوی میاد میگه که انتخابات باید ابطال شود. چرا؟ دلایلی که آقای موسوی برای ابطال انتخابات میگه چیه؟ میگه ایشون سهام عدالت توزیع کرده. تا سیب زمینی مجانی داده، تا نمیدونم دروغ گفته، با آقای هاشمی تهمت زده. میگه آقا اینها انتخابات چیکار میکنه؟ ملکوک میکنه نتیجه انتخابات دیگه. چطور؟ شما از یه طرف معتقدی که دروغگویی های آقای احمدی نژاد نتونستی رو مردم تأثیر بگذاره، بعد همزمان میگه که انتخابات باید ابطال شه. این نکته جالبش اینه که همزمان ایشون 2 تا نکته مطرح میکنه که 2 تا نقیض همن، 2 تا ادعا داره که هر کدومش رو قبول کنی و یکی رد میشه. به تعبیر دیگه شما از یک طرف میگی که تقلب شده، یعنی مردم به موسوی رأی دادن، رأی موسوی ریختن بیرون، به جاش نوشتن احمدی نژاد. از یه طرف دیگه میگی نه، احمدی نژاد رأی آورده ولی رأیی که آورده رأی بی‌ارزشیه، از یک فرایند تخلفی به دست آورده اونا رو، با رأیی که از سیب زمینی و سهام عدالت و نمیدونم دروغ و فلان اینا به دست اومده باشه اصلا ارزش نداره، اون نباید خونده بشه. مردم رأی دادن قبول، ولی تخلف صورت گرفته. بعد به تعبیر پوپریا ایشون گزاره ابطال پذیر اصلا ارائه نمیکنه که شما بتونی دلیل اینو ابطال کنی، چون هر کدومش رو رد کنی اون یکی دیگر رو میاره، در حالی که نقیض هم هستن. همین نشون میده که اصلا بحث منطقی نیست دیگه.